خب درود هموطنوی عزیز، امیدوارم که یکی شما خوب صحت سلامت و سربلند باشین. اینترنت خیلی کم است و کوشش میکنیم که تو تمام شویش اگر تون گپ زنیم قطعی شما تمام کشی دیگه توکلش به خدا ما میریم اینترنت میگیریم. یک قصه تون میکنم اول سر اول. در وقت SSSR سایوز کمونیسم در بالای هیکل لنین یک زوغ میرینه. از این حادثه کمپارتیا خبر میوه. در سر هیکل لنین زوغ رید، جلسه را جمع میکنن، سر میکنن، همه را فیرود میکنن. کلانترین سیاسی کمونیستی پارتیا را ارگانیزواد میکنن، میگن که زوغ در کلای لنین رید هیکلش، چیکار کنیم؟ ایش خیلی آواز دمیمونن، میگه زوغ چند سال عمر میبینه؟ میگه زوغ خیلی فلان سال، میگه 100 سال 200 سال 500 سال عمر میبینه. او زیاده عمرش. زوغ تروریست میشه و او مومنت در هیکل لنین که ریدی تروریست نمیشه دیگه. زوغ تروریست اعلان میکنن و دله میکنن. دله را در گنرال پروکراتورا میسپرن. گنرال پروکراتورا در سود میسپره. سود زوغ 100 سال از آزادی در آسمان محروم میکنه. فهمیدین اکر؟ کمونیستو کمپارتیای SSSR زوغی که در آسمان پرواز کرده گشته چریده، او را در کرمل در دیگر جا در سود عالی کمونیسم کمپارتیا SSSR 100 سال از آزادی محروم میکنن زوغا، که 100 سال باید زوغ آزاد نباشه. یعنی این چی را نشون میداد؟ این دلبایاب بودنی اونم کمپارتیا را نشون میداد که در باره زوغ تا جلسه کنی، در باره زوغ دله بکشوی و زوغ در آسمان و نیست. او زوغ شاید او جرید، او زوغ بر رفته و نمیدونم امریکا رفت پریده، او طرف اکیان رفت، یا نمیدونم او زوغ شاید بر رفت یکون افغانستان رفت، هندوستان رفت، گرم بود خنک بود یا جو پریده رفت. او زوغ نیست. دیگه او زوغ کمپارتیا 100 سال آزادی محروم کردگی است برای که در هیکل لنین رید گفته. یعنی این دیبیل یا دلبایابیزمی نموره نشان میداد که و تا دلبایاب بودن که همین برای هیکل لنینشون لوبوی چیزا تیار بودن بکنن. لیش بی گلاونی انسونا امو ستالینا چیکار کنن؟ اتیشت کنن. نه ما کدیم اینه 100 سال سود کدیم زوغا تمام. زوغ دیگه نمیاد. شاید زوغ بعد یه هفته با گشت اومد با دیگه هیکل لنین رید در اونجا. کی میدونه برو؟ برای چی من این اول در انیکدوت گفتم شما در اینه که یک انیکدوت سببش که امروزه من دینا فهمیدم که بونم خیلی دلبایابای ما امروز یک چیزی آزاده، یک چیزی که سایت ها را سود کده گشتیستند. من دینا راسته اون برادر سهراب ظفر قطعیمون در رادیو سلوچاینا دیدم موندم. راستی خواهم تماشا نمیکنم، من راستش میگم. بعد از همون رفتنم وابشه میگم رید کرد که یکون یک 5 مینوت 4 مینوت یکون جای لازمیش اگر تماشا نکنم خیلی یک سراول شه دوامش تماشا نمیکنم. دینا نکیم رو تماشا کرد. گنرال پروکرور
یک یوتیوب کانال یا سایت که با نام نوی تاجیکستان ده چیکار کرده است؟ سود کرده است، یعنی تروریست برآورده از اون کانال. تاس کانال تروریستی است، هر کی با او ابونه میشه و تروریست میشه. این همون یبانوتی بودنی همون انسان ها را نشان میده که مثل همون زاغ در آسمان سود کردن. اینا هم خیلی دالبایوب یا قشقار بودنی همین را نشان میده که مثل همون کمپارتیا دالبایوب هستن. اینا همون کمونیستیسکی پارتیا دالبایوبی بود. دیستیویتیلنا ما هر روز استوریای همون را تماشا میکنم، هر روز اگر خواهید درم فیسبوک و میپرتم هم استوریای دیدگی مکو ما ادنی دالبایوب دیدگیم در پارتیا، یک ایده دالبایوبیزم یگان چیزی نبود که بگیم که برای یک منفیت، برای یک چیزی که بگیم که یک آینده سازی باشده. وقتی глаза закрыл محبتی میدونه نمیره محبتی لیش بینام خواب کنه، لیش بیش خواب کنه، لیش بینه خلقه بجی خینش. ایده آینده سازی نبود در هم کمونیزم، ایده آینده سازی نبود. امروز دالبایوب امامعلی نام پروگرام ایامو قاطی کار کردیسته بود. گویا که همین پروگرام آینده میسازه با امامعلی رحمت. خلاص یعنی سری مسئله دالبایوب نباشی، یعنی که یک سایت سود کرده در سود عالی و گنرال پروکورور و غیره جمع شده دالبایوبا یک سایتی که یک نام تاجیکستان در یوتیوب کانال یک سایت اونجا هر کی میتونه که همون یگون نواری چیش باشه پرتویا بگیم اونجا آیند برای تاجیکستان هم هست، برای پیشروی تاجیکستان هست، برای تنقید تاجیکستان هست. یعنی که تاجیکستان پراویتیلو تاجیکستان که تو امروز کسی تنقید نکرده است، پراویتیلو تاجیکستان جزیر کرده است، از هم کمبودیو حرف میزنن. این چیزا هست. اما دالبایوب نباشی تو میخیزی سایت تروریسم میگوی یک کنه نوی تاجیکستان نامی تاجیکستان داره با او میدونه نمیره نام تاجیکستان نام داره حداقل که وطن نامش اعتراف نمیکنن، میگن او تروریستی است، او تاجیکستان تروریستی است. این تاجیکستانی که ما ساخته هستیم تروریستی نیست. میدونن دالبایوبی را نوی تاجیکستان ده، یعنی تاجیکستانی نو تاجیکستان نام داره، وطن تاجیکستان، میگه او کانال تروریستی است. نامی تاجیکستان با یارا تروریستی است، حتی که فکر نکردن که بیس همین کانال تاجیکستان نام داره، یعنی نوی تاجیکستان، یعنی تاجیکستانی نو نام داره. این احمقی را ما کنیم چی میشه و ما در تاجیکستان زندگی کرده نامی تاجیکستان تروریستی بگیم چی میشه و ما چیکار کرده استیم؟ این همی است که نمی یک گروه دیبیل دالبایوب بدنی این همی حکومت نشان میده که واقعا یا دالبایوب رنگی کمونیست آوری که زوغا سود کرده گیان اینی دالبایوب. این همی را میگه که اینا چوجه کمونیستن، یا از هم تخمی چپی کمونیست چیده گنیو با خدا قسم از هم تخمی چپی کمونیست این همیو پیدا شده گن. با این گفتار و با این کردارها اینا چی را میخواهند با ما وقت نشان بدن. یعنی که ببینیم ما 100 بار میگیم که در تاجیکستان کسی آزاد نیست، کسی بگیم که آزاد، حتی که امروز فکرهای شما آزاد نیست، میدونی نمیرم امروز عقیده شما آزاد نیست، امروز دین تون آزاد نیست، امروز چیزی ندارین که آزاد باشه. شما حقی در یک کانال دیگر گوش کردن یا که پادپیسه کردن حق ندارین، سبب اون که امامعلی از او کانال میترسه باید شما ندارین در اونجا. اگر که تو در کانال که در اومدی تو نوارا تماشا کردی تو تروریستی میتونی 5 سال زندان شوی برای تماشای نوارو. میدونی نمیره امروز دیدن شما آزادی نیست، آزادی ندارین، آزاد یک چی را ببینین، یعنی دل خواه کارتون نکنین. شما فکری آزاد ندارین که فکر کنین فردا چیکار کردن در کار است. اگر خدای نکنه فکری شما فردا چیکار کردن در کار است
فردا همی امام علی اگه کارش غلط باشه بگوی که نشیدم کاری همی این همی فکر ده شما میرین 18 یا 15 سال زندان میشه برای فکرتون. ولی کجا رسه آزادی دیگر چیز ها. امروز شما را فکرهاتون آزاد نیست. میدونی نمیرم شما آزاد فکر کردن نمیتونی. بود پرابلم در کجا است هموطنی عزیزم. دیدی که پرابلم چی است. ولی آزادم تنجم شکرانه تنجی که اینه تنجی بورد بهش میگم آدم تنج آدم آرام کرده میتونه. انمی دلیل انمو چیزی است که در تاجیکستان یگان تا تنج نیستین یگان تا آرام نیستین. خودتون دروغ نگین که ما تنجیم آرامیم. پاپروید که تنج آرام باشی که در نوی کانال تاجیکستان ابونه شه تنج آزادی свободный просто ابونه شه تماشا کن لایک نمون تماشا کن داری همه آزادی را داری. امبولانس دکترو داری همه آزادی را. هموطنم نداری آزادی. هموطنم فکرت آزاد نیست. هموطنم نفست آزاد نیست. خودت دروغ نگو که من آزادم. کسی آزاد نیستی. همه بالای یکدیگری تونده ظلم داره. هیچ که آزاد نیست در تاجیکستان. هیچ که آزاد نیست. باور کنید نه دین آزاد است نه فکر آزاد است نه دیگر چی. در کجای اینم خیلی دلبایاب باشه کو هم خیلی پروکرور دلبایاب باشه هم خیلی سودی عالی دلبایاب باشه بگیم هیچ وقت آزاد نمیشه و یگان انسان در اونجا. برای چی؟ برای که شما فکر کردن ده حق ندارین. شما اختیار کردن ده حق ندارین. شما مجبوری باید در حزب خلق دموکراتی بنام حزب خلق دموکراتی حزب دیکتاتوری کمونیستی امام علی رحمان ده باید شما مجبوری ابونه شوین و بگیم آواز بتین. زیدی او گپ زدن یا که او را نمیدونم کمبودیشه گفتن این تروریسم است. این اکستریمیسم است. این خیانت به کل ملت است. کمبودی یک حزب گپ زدن. میدونی نمیرم که بقپد زندان نخیل پروکرورای دلبایاب و نمیدونم ای که جای افتا وردگی سو بی عقل بی مدنیت نخیل صدور است که جا وردگی. اینه می است احوالی تاجیک. اینه می احوالی تاجیک است. از این بابت دوستم نگو که تو آزاد هستی. یعنی ما شکرانه میکنم تینجم. تو تینج نیستی. در حالتی که فکرت آزاد نبودگی جدا تو تینج نیستی. تو دروغ نگو در یگان جا. خودت خطفه نکن. فهمیدی هموطنان؟ این بود اینه دلبایابی اینه و کمونیستایی که در وقت همه SSSR زاغ در آسمان 100 سال سود کردگی. یعنی که 100 سال او باید از آزادی محروم شود. امروز ای هم یک کانالی که در اینترنت در دنیا میتونی که نام لبای نام بمانی بکشوی و نوار مانی و هر کسی که همین نوارها را میبینه یعنی او انسان ها و عقیده بگیم نه یک قبچه دلبایاب و عقیده نه یک قبچه دلبایاب او تروریست است اکستریمیست است و برای دیدنت زندان میشه. هموطنان فهمیدید؟ تاکشتا تاجیکستان نه تنها زندگی انسان بلکه فکرهای انسان اسیری یعنی زندانی امام علی رحمان است. یعنی آزاد فکر کردن دا تر نمیمونه. انتخاب کردن یک راه آزاد یا یک جا کردن نمیمونه. اون دولت آزاد است که اون دولت میبرویه مثال حزب یا حرکت یا رهبریت کمبودیش میگه و بگیم او رهبریت و کمبودیش اصلاح میکنه. اونا دولت هم میگن که خیر دولت یک دولت بگیم کمتر آبادتر است. یعنی که دموکراتیک تر است. این هم خیلی هموطنای عزیزم تاکشتا شما را فکرهاتون اسیره شما را فکراتون غلامه خودتون نه فکراتون شما را کو نمی
یک چیزی که فکر میکنی که این همه ممالی غلط کرد شاید گفتند انامو چیز غلام است. انام فکرتون که غلام است. اسیر است. گپ فکر کردن نمیتونین. شما اختیار ندارین در حیاتتون. اختیار ندارین. امروز پگا پرچوسکاتون رنگی کره آورین که ژلانی ممالی قطعی پرچوسکا میکنین. امروز پگا ژلانی ممالی قطعی پرچوسکا میکنین سرتون. کره هم خیلی است. ژلانی که هر پرچوسکایی که در مردو میخواد چند تا پرچوسکای مردی داره چند تا دیگه زنونه از همون زیاد پرچوسکا کردن او پرچوسکای آمریکایی میشه و برای او زندان میشه برای پرچوسکا در او دولت. امروز پگا خیلی شما نمی میشین یعنی دو سه پرچوسکا برای مردم میمونه دو سه پرچوسکا برای زنا از همون پرچوسکا که بیرون برآمدی تو اوج تروریست میشه. فهمیدین؟ در تاجیکستان یگان تا دوزاد نیستین ایرا قایل شین. سلامت باشین سربلند باشین. که همون گپا همون پادیلیت پاکپیشکر فراموش نکنین. پراکرور ای اونان سکیسینه долбоёб блядь натуре долбоёбе конченый долбоёбе خیلی простой не оригинальный долбоёб شما هستین به خدا قسم. کل پروبای 385 خطی کو توزا دالبایوبین توزا پروبای 385 خطی این خیلی پراستوی دالبایوب نیستین فالشیوی دالبایوب نیستین оригинальный پروبای 385 دالبایوبین همچه که کیلو توزا 385 یکو شما 385 پروبا خطی دالبایوب ناتوری خونتون رو بود باشه.